چون تو علفخوری گوشت نمیتونی بخوری مجبورم بهت حال بدم. آقا نمیخواد حال بدی. بیا اینو بخور ببینم چی میخوری. چی رو بخور بیناموس؟ ریحونه میگم داداش، ریحونه میگم، هول نکن. بچه‌ها دعوا نکنید، کباب به اندازه کافی است. خانمی بیا بریم یه جای خلوت با هم کباب بخوریم. نه خیر، یکم خودتو کنترل کن، اینجا جاش نیست. ضمناً خرقا همینجا میشینی نه با هیچ خانومی حرف میزنی نه جایی میری، شنیدی؟ خیلی خوب، شلوغش نکن خانمی، غذاتو بخور. چی کار کردی؟ وای انداختی تو شاله. حالا چه گویی بخوریم؟ افتاد تو شله که افتاد، اصلا به درکه که افتاد. من دیگه پالشونه بقید گاری رو کشیدم. بیا پایین، تو هم قول بده بیاد بیرون. الگی بی خاصیت. چه گویی خوردی؟ فکر میکنی با هول دادن بیرون میاد؟ نه جانم، باید یه